فکر میکنم که چند دهه‌ای باشه که ربات‌ها وارد زندگی انسان‌ها شدن، اما بیشتر در حوزه صنعتی ورود کردن. اما در چند سال اخیر اتفاقاتی داره در بازار رباتیک میفته که ذهن بسیاری از کارشناسا رو به خودش معطوف کرده. مثلا یک کمپانی نرم افزاری بزرگ مثل شرکت گوگل در کمتر از یک سال گذشته چیزی نزدیک به 8 کمپانی رباتیک جهان از جمله کمپانی بسیار معروف بوستون داینامیکس رو خریده. به نظرتون چه اتفاقی قرار بیفته؟ به زبان ساده اینه که در دهه آینده ربات‌ها وارد خونه ما هم میشن. امروز جاروبرقی‌های رباتیک در مقیاس خیلی ساده دارن این نقش رو ایفا میکنن، ولی شاید بسیار بسیار زودتر از اون چه که فکرشو بکنیم مثل گوشی تلفن همراه یک ربات خدمتکار هم بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما شده. در روزهایی که انجام عمل جراحی هم گاهی اوقات به وسیله ربات‌ها، رباتی مثل داوینچی انجام میشه و موضوع بسیار مهمیه. موضوع رباتیک و رشته‌های مرتبط با اون از جمله مکاترونیک. مهمان‌هایی که امروز همراه ما هستند بسیار بسیار در این زمینه صاحب دانش و متخصص هستند و انجمن رباتیک کشور رو هم اداره می‌کنند. اجازه بدین خدمتتون معرفی بکنم. جناب آقای دکتر حمیدرضا تغییرات، ایشون رئیس دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه. و آقای دکتر سید علی اکبر موسویان که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستن و رئیس انجمن رباتیک کشور. آقای دکتر موسویان شما هم خوش اومدین. سلام به هر دوی شما و صبح بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. زنده باشید. به همین ترتیب سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان در این طلوع در واقع شبکه چهاری. بله. زنده باشید. دو منظوره است اسم برنامه، هم طلوع و هم طلوع صبحگاه. خب اجازه بدید آقای دکتر تغییرات، با اجازه شما من از آقای دکتر موسویان شروع بکنم به عنوان رئیس انجمن رباتیک کشور. و اون هم این که آقای دکتر خیلی ها معتقدن که با نگاه نقد البته ما یک روزی سوار قطار آیتی بودیم در کشورمون، ولی متاسفانه از اون پیاده شدیم و به دنبال این هستیم دوباره بهش برگردیم. اما درباره رباتیک بسیار بسیار خوشبینم، میگم ما امروز سوار قطار رباتیک هستیم و داریم همپای جهان تو بعضی از حوزه‌ها جلو میریم. نظر شما چی است؟ والا در واقع اونها که این رو میگن خودشون باید تفسیر کنن ولی بحث چند جانبه است. در زمینه دانشگاهی تحقیقات در واقع رباتیک و آموزش رباتیک قطعا همینطوره. قطعا امروز در سطح دانشگاه‌های سراسر کشور موضوع رباتیک موضوع جا افتاده‌ای شده و همکاران بسیار زیادی در سطح کشور که دانش آموخته دانشگاه‌های تراز اول دنیا هستند مشغول هستند و دانشجویان خصوصا تحصیلات تکمیلی چه در بخش ارشد چه در بخش دکترا در این زمینه مشغولند و کارهای نوعی انجام میدن، در مرز دانش حرکت میکنن. زنده باد. ولی در زمینه صنعتی و بدین ترتیب به کارگیری ربات ها ما نمیتونیم اون ادعا رو داشته باشیم. ما در آغاز راه هستیم. حالا اون پیش درآمدی هم که شما در برنامه فرمودید طبیعتاً ورود ربات ها در صنعت دهه هاست در دنیا طی شده. امروز دیگه عرصه ورود در واقع ربات ها در خدمات زندگی مردم چه در خانه چه در شهر چه در صدا و سیما چه در به اصطلاح بیمارستان، هر کجایی که شما فکر بکنید عرصه های نوین کاربرد ربات هاست. من خیلی خوشحال میشم یه روزی تصویربردار رباتیک بیاد، ولی هیچ وقت دوست ندارم یه مجری رباتیک بیاد. به دلایل کاملا واضحه. نه شما احساس رقابت نکنید با اون، بالاخره به شما نیاز همکاران ما خریدار شدن. بله میفرمایید. خواهش میکنم. به هر حال در زمینه به اصطلاح بهره گیری از ربات ها در زندگی روزمره که هدف امروز دنیاست، یعنی نقشه های راه رودمپ های رباتیک به اصطلاح در کشورهای توسعه یافته امروز متوجه اینه. در این زمینه به هر حال ما در آغاز راه هستیم، هرچند که در کاربرد ربات در صنعت هم هنوز خیلی از صنایع ما به سراغ بهره برداری از ربات ها هنوز نرفتن. چرا نمیرن دکتر؟ اعتماد نمیکنن به این موضوع؟ نه بحث اعتماد نیست. بحث اعتماد نیست. صنعت مشکلات خودش رو داره. استفاده از ربات ها طبیعتاً در ابتدای امر سرمایه گذاری نیاز داره و بنابراین در کشوری که تا به امروز لااقل از نظر نیروی کار متقاضی فراوان داره و باز یه بحث اشتباه این وسط شاید این باشه که نه فقط مجریان صدا و سیما،
حتی کارگران در صنعت فکر کنن ربات‌ها ممکنه اومدن که جایگزین جاشونو اونها بگیرن. بشن. دقیقاً. آها. در حالی که اینطور نیست. یعنی سطح کار ارتقا پیدا میکنه. شما به عنوان واقعیت اینه که میان گاهی اوقات جاشونو میگیرن آقای دکتر. یعنی اون رباتایی که الان کار جوشکاری میکنن توی کارخانجات مثلا ماشین سازی واقعا جای کارگرای جوشکار رو گرفتن. اون کارگرها کجا رفتن؟ اخراج شدن؟ اصلا اینطور نیست. اون کارگرها تکنسین شدن، برنامه‌ریز ربات‌ها شدن. کار سختی رو که اونها باید انجام میدادن حالا ربات انجام میده. شما فرض کنید برای انجام یک کار دشواری در همین استودیو، خب بسیار راقبید که خودتون دخالت نکنید. کسی رو به استخدام بگیرید که کارش اینه و شما نظارت کنید، راهنمایی کنید، بهش بگید این کارو بکن، اون کارو بکن. ربات‌ها این نقش رو دارن. بنابراین در پیشرفته ترین کشورهای دنیا که خطوط تولید عموماً خطوط اتومات با استفاده از ربات‌ها و دستگاه‌های اتوماته، سطح بیکاری خیلی پایین‌تر از کشور ماست. ممنونم آقای دکتر تغییرات. آقای دکتر موسویان، دانشکده برق با رباتیک شما اول بگین ارتباطش چیه؟ به نظرم ربات‌ها برق احتیاج دارن یا انرژی که بتونه اونا رو به تحرک بندازه، ولی کدوم قسمتش ورود میکنه به حوزه رباتیک؟ فقط بحث برق و قدرت و انرژی نیست. در واقع بیشتر میشه گفتش که کنترل ربات‌ها و هوشمندی ربات‌ها دو تا موضوعی هستش، موضوعاتی که توی لبه‌های دانش پیگیری میشه که این برمیگرده بیشتر به دانشکده برق، اما به هر حال تو دانشکده‌های مکانیک و کامپیوتر هم این موضوعات تعقیب میشه. و به طور مشخص شما توی آزمایشگاه خودتون توی دانشکده چه پروژه‌هایی رو الان دارین روش کار میکنید که فکر میکنید که جذاب میتونه باشه؟ بله، البته همش از نظر خودتون که جذاب هست. حتما همینجوره. در واقع دو جنبه داره. یه جنبه‌های علمی هست که تعقیب میشه و یه جنبه‌های کاربردی که تعقیب میشه. شاید به اصطلاح جذابیت‌های علمی و جذابیت‌های کاربردی همسو نباشن، ولی هر کدومشون برای طیفی از مخاطبان مورد توجه قرار میگیره. یکی از کارهایی که ما اخیراً در واقع حدود 3-4 سال آغاز کردیم و محصولات اولیه هم تولید شده و شاید مخاطب عام که الان در صحبت‌های منو گوش میدن بهتر میتونن این رو ملاحظه بکنن، رباتی هستش که برای کمک در جراحی چشم استفاده میشه. چقدر عالی. جایی که لرزش باید تو حداقل خودش باشه. همین جوره. در واقع یکی از محصولات رباتی که به هیچ وجه جایگزین جراح نخواهد شد و این ربات ها در واقع کمک جراح یا همراه جراح هستند. شما اشاره کردیم به ربات داوینچی که در واقع الان سالها هست استفاده میشه. نمونه‌ای هست برای جراحی چشم که دارای دقت بسیار بالا و توی بیماری‌های مختلف، تو جراحی مختلف چشم مورد استفاده قرار میگیره. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که لرزش دست جراح میتونه آسیب بزنه به چشم و یکی از همکاران ما که جراح چشم هست، ما باشون همکاری میکنیم، ایشون گفت من خیلی علاقه‌مندم که اسکی برم، ورزش‌های مختلف برم، ولی به واسطه اینکه دست من نباید لرزش داشته باشه اجتناب میکنم از این جور فعالیت. واقعا بعضی از مشاغل دستشون همه چیزشونه، اونایی که ساز میزنن، اونایی که جراحی میکنن. بله. و این ربات جراح یا کمک جراح میتونه کمک بکنه که لرزش‌های دست جراح رو به حداقل برسونه، کلیه فرامین جراح رو در واقع به صورت دقیق منتقل بکنه در به اصطلاح صحنه جراحی، در عین اینکه اون لرزش‌های ناخواسته رو بتونه جلوش رو بگیره. آقای دکتر الان حضور ذهن دارین چند تا پروژه در ارتباط با رباتیک توی دانشکده‌تون الان پذیرش کردین؟ بله، در واقع حالا ما یه گروهی داریم به اتفاق آقای دکتر و سایر همکاران به عنوان گروه رباتیک ارسط که حدود 15 سال هست توی زمینه‌های مختلف رباتیک فعالیت میکنیم. اسم خوبی شرح این خیلی بیش از زمانیه که ما شاید توی این برنامه میتونیم گفتگو بکنیم. ولی در واقع در ابتدا طراحی ساخت ربات‌های صنعتی مورد توجه قرار گرفته و نمونه‌های مختلفی از ربات‌های صنعتی توسط این گروه ساخته شده و در صنعت مورد استفاده قرار میگیره. الان تو آزمایشگاه خود من 5 تا محور اصلی در واقع تعقیب میشه که یکی از این محورها تلرباتیک یا رباتیک از راه دور هست که کاربرد اون در واقع توی کاربردهای جراحی هست. شاید بشه گفت یکی از نقاط مثبت دیگه این هستش که جراح میتونه به توسط این ربات کمک جراح از فاصله دور جراحی را انجام بده. به این ترتیب ما یه مرکز
جراحی خیلی خوبی رو میتونیم توی مراکز کشور، مراکز اصلی کشور داشته باشیم و سرویس بدیم به بیمارستان‌های دیگه‌ای که ممکنه از این جراح‌ها بهره مند نباشن. یعنی اونهایی که توی نقاط محروم هستن میتونن به نزدیکترین مرکز درمانی خودشون مراجعه کنن، لازم نیست لزوما بیان پایتخت شهر خیلی بزرگ و یک پزشک بسیار حاضر که از قبل وقت داده پشت رباتی که تو اون مرکز دست به از تهران بشینه و اونو کنترل کنه و خب با سرعت خیلی بیشتر و با دقت بیشتر و با اطمینان از اینکه در واقع نتیجه جراحی مطابق نظر جراح انجام خواهد شد. بسیار عالی. خیلی ممنونم از مقدمه‌ای که داشتیم، اما خانم آقایون تا لحظات دیگه برمیگردیم و گفتگومون رو با دو کارشناس زبده و دو استاد دانشگاه در زمینه رباتیک ادامه خواهیم داد. شما تقدیم بکنیم، شاید تا لحظات دیگه تقدیم بکنیم. آقای دکتر، یک زمانی همه هدف رباتیک این بود که بازوهایی رو درست بکنه که نصب بشن مثلا توی خط تولید و کار رنگ زدن و کار جوشکاری رو انجام بده. اما امروز ما به این سمت رفتیم، شاید اون موقع هم خیلی آدم آهنی دوست داشتیم و خیلی دوست داشتیم شبیه انسان درست بکنیم ربات‌ها رو، ولی هرچی جلوتر رفتیم فهمیدیم پیچیدگی اندام انسانی و خلقت معجزه‌وار انسان بسیار بسیار فراتر از یک ربات شبیه انسانه و تمام گذاشتن این فانکشن ها و کارکردها توی اون ربات واقعا در حال حاضر به نظر محال میرسه با تکنولوژی موجود. شاید برسیم به دوره‌های دیگری با تکنولوژی پیشرفته دیگر این کار بکنیم. امروز دنیا به دنبال چی هست؟ حوزه‌های رباتیک خیلی گسترده است، ولی بیشتر داره توی کدوم سمت سرمایه‌گذاری میکنه و به کدوم سمت میره؟ در واقع محور بحث شما در بهره‌گیری از ربات‌ها بیرون کارخانه بهتر اسمش رو بذاریم ربات‌های پای متحرک. ربات‌های پای متحرک طبیعتاً از حیث سیستم حرکت بخشیشون پا دارن. بنابراین ربات انسان نما به عنوان ربات 2 پا، ربات 4 پا که حالا نمونه‌های مثلا بیگ داگ و این دقیقاً ربات، حالا برید پاهای بیشتر دیگه تا به اصطلاح تعداد پای در واقع متعدد ساخته شده، ولی اینا بخشی هستن. ربات طبیعتاً چرخدار باز از یک چرخ ارائه شده، 2 چرخ ارائه شده، 4 چرخ ارائه شده. ترکیب چرخ و پا، چون بالاخره حالا اگه بخوایم وارد بحث فنی کار بشیم، ربات پادار برای عبور از موانع و میادین پرمانع مناسبه. یعنی شما مثلا در بستر کوهستان طبیعتاً با ماشین نمیتونید حرکت بکنید. ربات چرخدار برای سطح صاف و بدین ترتیب سریع پیمودن مسیر مناسبه. ترکیب این دوتا مثلا میشه مثل درشکه که 2 تا چرخ داره، 4 تا پا اسب مثلا میکشه. بنابراین ترکیب اینها هم برای میادینی که هر 2 قسمت رو شامل میشن پیشنهاد میشه. حالا اینها همه روی خشکیه. بنابراین شما وقتی که بخواید فرض کنید که از سطح زمین بالا برید، ربات هوانورد داشته باشید که برای بسیاری از عملیات ها در واقع همین مصنوعاتی که در دهه‌های گذشته ارائه شده، شما اینها رو میخواید اتومات کنید. درونز یا پهباد رو، پهباد، هلیکوپتر، کوادراتور در واقع، حالا 4 پره تا بریم 8 پره. اصولا هواپیمای بدون سرنشین، حالا پهباد به اون عنوان اگه به کار ببریم، این توی هواست، تا اینکه بریم مثلا توی فضا. الان مقوله رباتیک شاید نوک به اصطلاح کارهاش متوجه فضاست. بالاخره ما در کشوری نشستیم که در همین کشور در مورد فضا هم ربات میخوایم داشته باشیم، در حالی که در کشورهای توسعه یافته مثلا 3 دهه قبل وقتی بحث رفت و آمد به فضا توسط شاتل مطرح شد، خب یه بازوی رباتیک روش نصب شد و خیلی کارها رو این لااقل به عنوان کرین انجام داد. به عنوان یه بازویی که وسایل جابجا کنه. دقیقاً محموله ها رو از توی شاتل برداره و مثلا به اسپیس استیشن تحویل بده. چرا اسمش رو ربات گذاشتن؟ این که یه جرثقیل حالا به قول نه، این نسل اوله، عرض کردم 3 دهه پیشه. الان ربات فضانورد مطرحه.
یعنی شما فقط رو صندلی خودتون احساس رقابت نکنید که حالا مجری رباتیک، فضانورد رباتیک، چون گرانترین عرصه ها اونجاست و بنابراین شما مثلا یک مأموریت میلیارد دلاری اوردر در واقع مأموریت هایی که در فضا انجام میشه این میشه قائم به وجود مثلا 3 تا فضانورد. اینها باید حداقل تو اوردر سال آموزش برای اون مأموریت خاص ببینن، برای اینکه کارها حالا تو جراحی اینجا ما بحث کردیم، وقتی بریم اونجا بسیار دقیق تره، برای اینکه تو میدان میکروگراویتی هستیم و اونجا به ترتیب اعمال نیروها نیوتنیه. وقتی شما میخواد یه برد رو مثلا آپگرید کنید، اینو در بیارید جا بزنید، اون تا قیامت ممکنه بره اصلا اگه ولش بکنید. در واقع و وقت در نظر بگیرید که لباس این فضانورد که برای به هر حال حضور در اون محل که به عنوان پیاده روی فضایی اسم‌گذاری میشه، حضور این فضانورد در اونجا مقتضی اینه که یه لباس بالاتر از مثلا 15 لایه از جهت تبرید و از جهت فشار، چون شما وارد محیط خلأ میخواید بشید. بله. بنابراین اعمال چنین نیرویی با چنان لباسی بسیار دشوار، آموزش‌های سنگینی میخواد. همه اینها هم تازه وجود انسانیه. این فضانورد از زمین که جدا شد، همه چکاپ‌ها روش مثبته، ولی رفت اونجا ممکنه به هر دلیلی دیگه، محیط به اصطلاح کلین اونجا، ولی باز یه ویروسی ممکنه اینو آنفولانزا بده و کل مأموریت مختل میشه. پس میبینید اگر رباتی بشه جایگزین بشه که همون عملیات رو بشه، شما فرمودید حالا جراح تهران بشینه انجام، نه، بحث اصلا توریسم بین الملل درمانیه. جراح تو نیویورک نشسته و بیمار رو در تهران، گابون داره یه نفر رو حالا شما برید بنابراین توی این مقوله روی کره زمین نشستید و حالا رباتی رو در هر کجای فضا که مأموریت کیوریاسیتی کنجکاوی که روی مریخ فرستادن یه نمونه. دقیقاً اون ربات باز چرخ داره که حالا با توجه به شرایط خاص اونجا سیستم اصولا لوکوموشن راکربوگی داره در واقع. حالا اینها باز رفتیم از زمین و هوا بالا بیایم بریم زیر آب. یعنی شما ربات‌های آندرواتر در واقع زیر سطحی. بنابراین مقوله حرکت، حالا برای ربات زیر سطحی طبیعتاً دیگه تصور چرخ یا پا نمیشه کرد. بنابراین مقولات حرکتی که امروز وقتی ربات‌ها رو از جای ثابت پای دستگاه مثلا جوشکاری شما میخواد حرکت بدید بیارید بیرون، حرکت میخواید به پایش بدید، بسیار متنوعه و کارهایی که توی این زمینه داره انجام میشه افق بسیار روشنی داره. ممنونم آقای دکتر تغییرات. اما تا لحظات دیگه خانم ها آقایان اگر ما رو همراهی بکنید میخوایم این بحث رو ادامه بدیم و بیشتر آشنا بشیم با مقوله رباتیک. صبح بر شما بخیر باشه. داریم راجع به ربات ها صحبت میکنیم، موجودات عجیب و غریبی که خیلی هامون وقتی اسمشون رو میشنویم در عین حالی که شوق و امید داشتن یکیشون رو توی خونه داریم، در عین حال یه علامت سوال بزرگ هم برامون پیش میاد که چه شکلی ان، چه کار قرار بکنن و چه توانایی هایی دارن. بعضی‌ها ممکنه ازشون بترسیم، بعضی‌ها هم خیلی دوستشون داشته باشیم. سال‌هاست که ربات‌های اسباب بازی مثل آیبو یا ربات‌های جذاب و دوست داشتنی مثل ناو یا کیوریو تولید شدن که بعضی‌هاشون اصلا وظیفه‌شون سرگرم کردن انسان‌ها بود و الحق و الانصاف هم خیلی خوب این کارو انجام میدادن. اما هر کدومشون به نوبه خودشون یک تحول در صنعت رباتیک هم بودن، با قابلیت‌ها و توانایی‌هایی که ارائه کردن و ذهن محققان رو به سمت زوایای تازه از صنعت رباتیک بردن. دو مهمان همراه ما هستند که به طور تخصصی راجع به همین زمینه کار میکنن در انجمن رباتیک کشور و در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشکده برق. آقای دکتر تغییرات، آقای دکتر موسویان رو من امروز آقای دکتر تغییرات گفتم، به هر حال همکارید و این عذرخواهی رو از من پذیرا باشید. آقای دکتر تغییرات، امروز توی دانشگاه‌های بسیار زیادی از جهان داره کار تحقیقات رباتیک انجام میشه و نتایج اونم هر ساله منتشر میشه. اما یه اتفاقی که ما میبینیم توی دانشکده‌هایی که موفق هستن در این زمینه، حمایت بسیار زیاد صنعت از اونهاست. جایی مثل دارپا یا بوستون داینامیکس در واقع آزمایشگاه‌های تحقیقاتی یک سازمان بزرگی هستند که بودجه‌هاشون رو تامین می‌کرده. حالا تو حوزه‌های صنایع دفاعی، صنایع نظامی یا حوزه‌های دیگه.
این شرایط در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی یا دانشگاه‌های کشور ما چقدره؟ راضی هستین از شرایط یا شما هم دل پری دارید؟ فکر نمی کنم وقت مناسبی برای گله گذاری باشه، ولی در واقع اجازه بدین هم نقاط مثبت رو عرض بکنیم و با اون شروع کنیم، هم امیدواری و هم امیدواری بدیم و هم واقعا مسیرهای پیش رو ببینیم که به چه ترتیبی هست. چیزی که خیلی برای من روشنه و من خیلی خوشحال هستم وجود سرمایه‌های فکری و انسانی فراوان تو زمینه‌های مختلف از جمله رباتیک است. ما امروز واقعا شاهد هستیم با توجه به تنوع رباتیک در گروه‌های مختلف سنی کشور، از دبیرستان‌ها شاهد هستیم که علاقه‌مند رباتیک وجود داره و در مسابقات رباتیک شور و نشاط فراوان که واقعا دیدنی و قابل استفاده و قابل لذت هست. از اون طرف در واقع توی دانشگاه‌های کشور می‌بینیم که طیف گسترده‌ای از دانشجویان، محققین، کارشناسان هستند که علاقه‌مند هستند توسعه صنعت رباتیک رو در واقع در دانشگاه‌ها دنبال بکنن. این سرمایه و این نیروی انسانی من فکر می‌کنم مهمترین عاملی هستش که ما موفق هستیم که و خوشحال هستیم که از اون بهره میبریم. و خب طبیعی هستش که این استعدادها باید به سمت رفع مشکلات کشور در واقع حرکت پیدا بکنه و سوق پیدا بکنه. البته زمینه رباتیک همونجوری که آقای دکتر گفتن چون بسیار گسترده و وسیع هست، این منوط نمیشه که ما در واقع محصولات و مصنوعاتی که سالهای گذشته فقط در قالب رباتیک دیده میشه ما خودمون رو به اونها محدود بکنیم. و یک موضوعی رو که من فکر میکنم الان خیلی موضوع مناسبی هست و شما هم اشاره کردین که رباتیک رو به زندگی روزمره ما نزدیک میکنه و قابل استفاده میکنه، استفاده از ربات‌های حالا خدمتکار یا خدماتی اسمشون رو بذاریم، به خصوص توی حوزه پزشکی و در واقع کمک پزشکی بسیار میتونه اینها مورد استفاده قرار بگیره. خوشبختانه هم تحقیقاتی توی این زمینه توی دانشگاه کشور انجام میشه و هم نام بردین به عنوان محصولات سرگرم کننده رباتیک میشه توی این کاربرد بسیار بسیار مهم استفاده کرد. توانبخشی موضوعی هستش که از ربات ها میشه در اونها خیلی خوب استفاده کرد. جام جهانی فکر کنم با یک ربات خیلی خوب، درسته، ربات پوشیدنی آغاز شد و یک آدمی که قطع نخا بود بلند شد ایستاد و راه رفت. کاملا درسته. این زمینه‌ای هست که در کشور در حال حاضر داره تعقیب میشه و قابل گسترش هست و نیازش هم توی کشور ما به شدت وجود داره. به اندازه اون نیاز و آینده‌ای که ازش فکر می‌کنین حمایت در مورد صورت میگیره. ما باید باور کنیم که یکی از تکنولوژی‌هایی که واقعاً دهه آینده رو میسازه و تا شاید بیش از یک قرن هم به طور جدی و پررنگ حضور داشته باشه به همین شکل موجودش همین ربات‌هایی هستن که امروز روش کار می‌کنیم. به نظرم سرمایه‌گذاری روش بسیار بسیار میتونه پرمنفعت باشه و با بازگشت، درسته؟ همین جور هست و در صنایع کشور بسیار لازم سرمایه‌گذاری پایه‌ای. من البته توضیح بدم اینو توی جلسات مختلف هم عرض می‌کنم. ما برای اینکه بتونیم به این سطح فناوری برسیم احتیاج داریم که توانمندسازی بکنیم و این توانمندسازی اون حلقه اولیه و اصلی هستش که اون نیروی انسانی به اصطلاح خلاق رو میتونه به کاربردهای مورد نیاز کشور در واقع مرتبط بکنه. شاید ما توی این زمینه به اون اندازه لازم کار نکردیم. کجا رو توانمند کنیم؟ دانشگاه منظور؟ در واقع لازم هستش که شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌هایی که از دانشجویان ایجاد میشه حمایت بشن، اینها بتونن محصولات خودشون رو تو زمینه‌های مختلف در بازار رقابتی کامل بتونن عرضه بکنن و مورد استقبال قرار بگیرن. اگه بخوام یه مقدار ساده‌تر و یکم صریح‌تر این رو دوباره بازگویی بکنم، شما دارید میگید توی دانشگاه شما امروز همپای جهان دارید دانش رو توضیح میدید، انتشار میدید و آموزش میدید و اون آدمی که میاد بیرون لیاقت این رو داره که محصولی رو تولید بکنه که حتی قابل رقابت با محصولات جهانی هست. ولی چون یه مقداری فرصت به دست آوردن برای سخته، ممکنه که کلا از این حرفه بیاد بیرون، اون دانش رو اصلا بذاره در
گنجه و سراغ یک کسب و کار پردرآمد بره، یا اینکه تصمیم بگیره که توی پاسپورتش یه مهر خروج بخوره و بره جایی که میتونه این کار انجام بده. که متاسفانه شاهد این موارد ما هستیم، با توجه به اینکه با طیف گسترده‌ای از دانشجویان خلاق ما روبرو هستیم، هم کسانی که فعالیت فراوانی کردن که از شرکت‌های دانش بنیانی که ایجاد کردن بتونن توسعه اونها رو در داخل کشور با تلاش فراوان پیگیری بکنن، و هم افرادی که موفق بودن و افرادی هم که ناموفق بودن یا در واقع موفق نشدن این کار انجام بدن و به راحتی توسط شرکت‌ها و مجموعه‌های خارج از کشور اینها جذب میشن. ایجاد یه همچین فضایی نیاز داره که نه فقط صنعت، بلکه یه ارتباط لازمی بین دانشگاه، صنعت و در واقع سیستم های مالی اعتباری و سرمایه گذاری در کشور بر این مقوله تفکر بیشتر، تمرکز بیشتر و در واقع فعالیت بیشتری رو انجام دکتر تغییرات، فکر میکنید که دکتر از شما همین پرسم دکتر موسویان، میدونید که توی ابلاغیه جدید سیاست‌های فناوری که رهبری ابلاغ کردن، افزایش اون درصد بودجه از بودجه کل بابت تحقیقات به 4% مد نظر هست. به نظرتون این میتونه کمک بکنه؟ یعنی جایی که سازمان‌ها و نهادها ملزم به اینن که 4% از اون اعتباری که دریافت میکنن رو برای تحقیقات بگذارن. بسیار بسیار قدم مهم و موثریه اگر اجرا بشه. قبل از 4% ما 3% رو داشتیم، 2% رو داشتیم، 1.5% رو داشتیم. چیزی که محقق میشه در کشور رقم بسیار پایینتری از این هست و این هم در واقع به خاطر ایجاد اون ظرفیت ها، توانمندسازی ظرفیت هایی که بتونن این بودجه ها رو در راستای کار فعالیت های صنعتی و فناوری در واقع مصرف بکنن. این فضایی هستش که لازم هست ایجاد بشه. عرض میکنم از دو بازو تشکیل میشه، هم نیروی انسانی میخواد، هم مسائل اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان روی این میتونه بسیار موثر دکتر موسویان، من مطمئنم که انجمن رباتیک کشور هم به هر حال دستی بر این آتش داره و تلاش میکنه که شعله‌ور نگهش داره و حتی پرشعله ترش بکنه در صنعت رباتیک تا بتونیم واقعا از گرمای این توسعه علمی استفاده بکنیم. میشه شما هم توضیح بدید که توی انجمن رباتیک چه کاری انجام میدین؟ قاعدتا اساتید هم همه اونجا در کنار شما قرار گرفتن. خواهش میکنم. در واقع حالا دنباله صحبت آقای دکتر، این رقمی که شما فرمودید از جهت پژوهش و تحقیقات، آقای دکتر مشروط به این کردن که اجرا بشه و خودشون هم فرمودن که در گذشته هم ارقام مثلا حالا تا 2% مطرح بود و هیچ وقت محقق نشد. اون بخشیش هم که محقق شد خوب مدیریت نشد. بنابراین من میخوام شرط دوم بذارم که اگر اجرا بشه و اگر خوب مدیریت بشه، به عبارت دیگه این بودجه میتونه صرف خیلی کارهای دیگه به اسم پژوهش بشه، در حالی که واقعا پژوهش واقعی صورت نگرفته. بنابراین واقعا مدیریت پژوهش مثل همه عرصه‌های مدیریتی در کشور باید ساماندهی بشه. این کار بدین ترتیب اولویت بندی هاست. بنده به عنوان رئیس انجمن رباتیک ممکنه که مایل باشم همه این بودجه بیاد تو رباتیک، این که درست نیست. بنابراین کشور مقوله های مختلف رو باید از نظر پژوهشی اولویت بندی بکنه بدون تردید، چون منابع ما محدوده. به همه مقوله ها نباید بپردازیم. شما وقتی که فرض کنید با یه بودجه محدودی میخواید منزل خودتون رو اداره بکنید، حتما ماهانه به یه چیزای اولویت میدید علاوه بر زندگی روزمره و در سطح بدین ترتیب کلان، حالا میان مدت 5 ساله، دراز مدت شاید مثلا 20 ساله به خواستهاتون هم میرسید. عموم مردم ما در واقع عادت دارن با مضیقه ها برنامه ریزی بکنن. این خاصیت اصولا انسانه که خودشو تطبیق بده با شرایط. بنابراین کشور ما باید بپذیره که منابعش محدوده. حالا دیدم نظرسنجی امروز شما هم راجع به آبه. فقط آب نیست که محدوده، تمام منابع به هر حال به نوعی محدوده. امروز مسائل به هر حال مالی برای کشور محدودیت جدی حالا در این سالیان گذشته داشته، امیدواریم که گشایشی بشه. بنابراین در پژوهش ساماندهی این منابع انسانی که آقای دکتر فرمودن واقعا سرشاره و شاید گرانبهاترین منابع همونها هم هستن برای کشورها. سایر منابع رأسش قرار میگیره منابع مالی. بنابراین حالا از نظر
به اصطلاح تکنولوژی چند ام در انگلیسی قائلن دیگه، حداقلش 3M به اصطلاح من، نیروی انسانی، مانی در واقع پول و ماشینینگ، سخت افزارها. به این ترتیب کشور امروز از نظر مدیریت پژوهش باید واقعا تصمیم گیری جدی بکنه. سالهاست شعارهاش داده میشه و به این ترتیب نهادهای مختلف به موازات هم مدعی ساماندهی پژوهشن و این خودش طبیعیه که سامان پیدا نمیکنه. یعنی بالاخره باید معلوم بشه که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که اسمش تغییر کرد چندین سال پیش برای اینکه اینو ساماندهی بکنه، ولی خب در کنار این سایر نهادها در سالهای گذشته حتی در سطح معاونت ریاست جمهوری شکل گرفت، دقیقاً شکل گرفت که تقریبا نقش وزارت علوم در اون بخش به حد صفر تنزل پیدا کرد و در دانشگاه ها اثر این رو واقعا ما دیدیم. یعنی شما در آزمایشگاه هایی که به طور به هر حال سالیانه یه چیزی خرید میشد، یه وسیله، یه تجهیزاتی و از این قبیل، ما دیدیم که ظاهرا دانشگاه ها دیگه جای خوبی برای مثلا پژوهش شاید نیستن و پژوهش ها حالا بخشیش به دانشگاه ها داده میشد به مراکز خاص، ولی عمدتاً مثلا تشویق شد به تأسیس سازمان‌هایی و نهایتاً شرکت‌های دانش بنیان و به این ترتیب ساماندهی به هر حال مدیریتی. این یه مثاله که میزنم، از بالا باید آغاز بشه. متکفل این کار اونطوری که مثلا در کشورهای توسعه یافته طبیعتاً یه مرجع محدود، فقط هم کارش همینه که آنالیز بکنه، اولویت بندی بکنه، تخصیص بودجه بده به صورت مشورتی. هیچ وقت اونها حتی در داخل دولت هم ممکنه نباشن. اونها نظر میدن. شما امروز مثلا فرض کنید در زمینه ورزش میبینید که بعضی از ورزش ها موفقن، بعضی از ورزش ها خیلی هم پول میره توش، ناموفقن. حالا من یه دونش یادم میاد، باقیش یادم نمیاد دیگه. حالا به اصطلاح خیلی هم ناموفقن دیگه تو همه زمینه‌ها و رده‌هاشون واقعا. بله اصلی ترین، حالا لابد میخواد اسمشو نیارید، نمیدونم من باید بیارم یا فوتبال که اسمشو نبر که اصل بودجه میره اونجا. بنابراین ساماندهی بدین ترتیب این منابع و تصمیم گیری و اولویت بندی اگر در زمینه ورزش با مشورت میتونه انجام بشه. یعنی شما الان فکر میکنید ورزش رو مثلا وزیر ورزش باید ساماندهی بکنه، بخشیش اونجاست. بسیاری از این موارد واقعا در سطوح مختلف باید انسجام لااقل ذهنی ایجاد بشه و از نظر نهادهای حاکمیتی خیلی خوب دولت اون تصمیم گیری رو بکنه. بنابراین از این منظر من میخوام وارد بشم بگم انجمنهای علمی به عنوان نهادهای در واقع سازمانهای مردم نهاد، NGO ها، که البته وقتی میگیم مردم نهاد در این حال اون کسانی که اونجا هستن همه اساتید دانشگاه هستن، اساتید دانشگاه هستن. بله اینا درجه علمی دارن. دقیقاً هویت‌های حقیقیشون که طبیعتاً حالا بد نیست من یه توضیح کوتاه بدم. انجمنهای علمی مصوب توسط وزارت علوم باید ممیزی بشن و موافقت اصولی بگیرن و بعد تأسیس بشن و برای این پس وزارت علوم آیین نامه داره. بله. هر مثلا 10 نفری نمیتونن جمع بشن بگن ما انجمن علمی تأسیس میکنیم. بنابراین انجمنهای علمی به عنوان سازمانهای مردم نهاد که کلاً بر اساس حرکت داوطلبانه آقایون و خانم ها شکل میگیرن. یعنی مثلا در انجمن علمی رباتیک کشور خب تعداد زیادی از همکاران هیئت علمی از سراسر کشور درگیرن، تماماً به صورت داوطلبانه، و دانشجویان و اهل صنعت. اینها به اصطلاح پلی میتونن باشن خودشون، چون به هر حال به عنوان مردم نهاد هم از دانشگاه ها هم از صنایع، حالا تو انجمنهای علمی که با صنعت درگیرن مثل رباتیک، هم طبیعتاً از دولت. یعنی الان حالا این بحث که شما میفرمایید
به عنوان رودمپ یا نقشه راه رباتیک که چگونه حرکت بکنیم یه بحثی رو در دفتر همکاری ها و فناوری ریاست جمهوری چند وقتی است که آغاز شده که اونجا جلساتی رو در شروع کاره داشته باشیم و از تو دل همون جلساتی که خروجی قرار دقیقاً حدودا فکر کنم 2 دقیقه زمان داریم آقای دکتر موسویان، آقای دکتر تغییرات، و شما همایشی قرار برگزار بکنید دیگه در گمان می‌کنم بله آره بذاریم راجع به اینم بپرسم، از این فرصت استفاده بکنم چون بله. خیلی‌ها ممکنه علاقه‌مند باشن حالا یا امسال یا سال بعد هم مقاله بفرستن هم بیان اونجا چیزی یاد بگیرن. بله، ما یه همایش سالانه‌ای داریم به عنوان کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک که توسط انجمن رباتیک ایران در واقع هدایت و راهبری میشه. سال دومش از فردا آغاز میشه در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و یه همایش نسبتاً بزرگ و کاملا تخصصی تو زمینه رباتیک و مکاترونیک هست. ما خوشحال هستیم که امسال میزبان میهمانان خارج از کشور هستیم و تعداد زیادی مقالات از خارج از کشور به دست ما رسیده. چقدر خوب، تبریک میگم. و علاوه بر اون این نکته‌ای که گفتگوی قبلیمون بود، ارتباط دانشگاه ها و صنعت شاید یک میدیا و یک محل تمرکزی میخواد که به صورت سالانه مورد بررسی قرار بگیره و اینجا یکی از اون جاهاست. یکی از اون جاهاست که ما در این کنفرانس علاوه بر کارهای متعدد علمی که وجود داره بحث کلینیک صنعت رو کلید زدیم که در واقع میزگردهایی هست، افراد صنعتی مسائل و موضوعات خودشون رو میارن با متخصصین گفتگو میکنن که نتیجهش این خواهد شد که یه همزبانی ایجاد بشه برای انشالله در طول سال فعالیت‌های علمی به سمت کاربردهای صنعتی. انشالله. یه سوال ازتون بپرسم، الان ممکن خیلی از بیننده ها علاقه‌مند باشن که یا حضور داشته باشن یا نتایجش رو بدونن، امکان حضورشون الان مهیا هست یا از قبل دعوت شدن؟ نه خیر، حتما میتونن شرکت فردا بکنن. چه ساعتی هست؟ فردا صبح از ساعت 8 صبح در واقع دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد، شروع خواهد شد، افتتاحیه ساعت 8 صبح آغاز خواهد شد. 2 روز اول چهارشنبه و پنجشنبه برنامه علمی و میزگردها رو خواهیم داشت و روز سوم کارگاه‌های آموزشی هست. میتونن به سایت این کنفرانس مراجعه بیان کنن، توی دانشکده خواجه نصیرالدین طوسی، بیان توی سایت دانشکده برق و اونجا فکر کنم ثبت نام بکنن و میتونن در واقع شرکت بکنن. بسیار خوب، من خیلی ممنونم از شما آقای دکتر تغییرات، آقای دکتر موسویان که امروز ما رو همراهی کردیم. من میدونم که ابعاد رباتیک برای خودش یه برنامه جدای تلویزیونی میتونه واقعا داشته باشه، انقدر که تحول توش زیاده و گستردگی داره، ولی فکر کنم تو این فرصت کم شما تونستین به خوبی ما رو با ابعاد مختلفش آشنا بکنیم و واقعا آرزو میکنم که سرمایه گذاری تو بخش فناوری اطلاعات مخصوصا رباتیک بیشتر بشه. ما امروز میتونیم جزو کشورهای تولید کننده ربات‌های آینده باشیم اگر که یه مقداری با دقت و مراقبت بیشتری انجام بدیم، وگرنه مجبوریم مثل بعضی دیگه از حوزه‌ها از جمله الکترونیک وارد کننده تولیدات کشورهای دیگه باشیم. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. تشکر می‌کنم. خانم آقایان، برنامه طول ادامه داره، تا لحظات دیگه با بخش‌های دیگه اون رو به شما تقدیم می‌کنم.